کردن شیرهای نفت کاری خواهد کرد که قدرت اقتصادی ایران برای ادامه نبرد کاملا به حداقل برسد. در این زمینه گزارشی را از همکارمان در آلمان میشنویم. مطبوعات آلمان بعد از بازگشت سفر فیلیپ روسلر قائم مقام صدر اعظم و وزیر اقتصاد از عربستان که چندی پیش صورت گرفت، بخشی از مذاکرات و برداشت‌های وزیر اقتصاد را فاش کردند. نشریه دیبل در این زمینه می‌نویسد اکنون روشن شد چنانچه اسرائیل به ایران حمله کند و یا با کمک آمریکا این عمل را انجام دهد و یا ایران به اسرائیل حمله کند، عربستان سعودی سلاح بزرگی در دست دارد. این سلاح نه تانک‌های ساخت آلمان و نه ابزار جنگی خریدار شده از آمریکاست. این وسیله نفت این کشور است. این نشریه می‌افزاید بعد از مدتی مشخص شد وزیر اقتصاد و قائم مقام صدر اعظم از سفر خود به عربستان سعودی چه هدیه‌ای برای اروپا به همراه خود آورده است. عربستان سعودی شیرهای نفت خود را برای سرازیر کردن نفت به بازارهای جهان با حداکثر ظرفیت باز خواهد کرد تا بازار را سیراب و قدرت تهاجم ایران را کاهش دهد. ما در شرایط فعلی شاهد فعالیت عربستان سعودی در این زمینه به خصوص هستیم و می‌بینیم با وجود مشکل سوریه و قدرت نمایی ایران، قیمت نفت از مرز $100 برای هر بشکه افزایش نیافته است. در این میان باید توجه داشت اسرائیل یک متحد قوی دارد که سکوت کرده است. در این زمینه سکوت کرده است و چنین به نظر می‌رسد عربستان سعودی آنچه در قدرت دارد به کار می‌گیرد تا ایران را از نظر اقتصادی زیر فشار بگذارد، البته بیشتر برای جلوگیری از تولید بمب اتمی. در عربستان گفته می‌شود برای از بین بردن مار باید سر او را قطع کرد، اما عربستان با سلاح نفت خود به صحنه مبارزه می‌آید. ایرج ربیعی، آلمان. و همزمان